سلام، حالتون چطوره؟ اگه گوشی شیائومی با اندروید 11 یا بیشتر داشته باشید حتما تا حالا با این مشکل مواجه شدید که نمیتونید دیتای بازی ها رو توی پوشه اندروید یا OBB کپی کنید و خب این موضوع باعث میشه که کلی کلافه بشید. اما دیگه نیازی نیست نگران باشید، چون توی این ویدیو میخوام 3 تا روش خیلی خوب بهتون بگم که این مشکل رو برطرف کنید. روش اول برای دوستایی که میوای گوشیتون 14 یا بیشتره. توی این حالت تقریبا مشکل برطرف شده و میتونید از مدیریت فایل اصلی گوشیتون استفاده کنید. کافیه وارد مدیریت فایل که میشید وارد پوشه دانلود بشید و روی اون فایل زیپ دیتای بازی کلیک کنید که از حالت فشرده خارج بشه. حالا وارد اون پوشه بشید که از فشرده خارج شده. پوشه دیتا رو انتخاب کنید، با این گزینه کپی یا انتقال به پوشه اندروید و پوشه OBB انتقال بدید. اینجا قبلا روی پوشه OBB که میزدید گزینه جایگذاری غیر فعال بود ولی دیگه الان فعال شده. روش که بزنید پوشه اینجا اضافه میشه ولی خب بازم نمیتونید اونو ببینید که اصلا مهم نیست. الان میتونید بازی رو اجرا کنید و ازش استفاده کنید. برای اینکه ببینید کارتون هم درست پیش رفته روی این گزینه نمایش فایل‌ها بزنید. بعد از پوشه اندروید و پوشه OBB میبینید که دیتای بازی کپی شده. حالا میتونید بازی رو اجرا کنید. روش دوم برای اون دوستایی که نسخه میوای گوشیتون از 14 کمتره. توی این حالت هم باز روی مدیریت فایل اصلی گوشیتون که میزنید از پوشه اندروید روی پوشه OBB بزنید و حالا این گزینه نمایش در فایل ها رو انتخاب کنید. اینجا یه برنامه به اسم فایل ها براتون باز میشه که شبیه همون مدیریت فایل اصلی گوشیتونه. اینجا باید وارد پوشه دانلود که میشید روی همون فایل زیپ بزنید و از حالت فشرده خارجش کنید که این کار میتونستید با همون مدیریت فایل خود گوشی هم انجام بدید و دیگه نیازی به طی کردن این مرحله نبود. کافیه روی پوشه استخراج شده بزنید، پوشه دیتا رو انتخاب کنید و اون رو به پوشه OBB انتقال بدید. 3 نقطه بالای صفحه رو بزنید با گزینه کپی در پوشه OBB رو که انتخاب کردید، البته پوشه اندروید. اینجا گزینه کپی پایین صفحه رو بزنید. همونطور که میبینید توی این بخش پوشه OBB و دیتا رو بهتون نشون نداد. کافیه یک بار دیگه وارد پوشه اندروید که میشید اونجا روی پوشه دیتای بازی دستتون رو نگه دارید یا روی پوشش بزنید که انتخاب بشه. بعد حالا باید روی اسم پوشه دستتون رو نگه دارید و اون رو شبیه کامپیوتر و حالت درگ اند دراپ به پوشه OBB انتقال بدید. تنها روشی که کار میکنه همینش، یعنی شما اگه روی گزینه کپی بزنید پوشه OBB براتون مخفیه ولی با این کار درگ اند دراپ میتونید خیلی راحت به پوشه OBB انتقالش بدید. و اما روش سوم برای دوستایی که خب 2 روش قبلی براتون کار نکرده. توی این حالت کافیه از برنامه‌ای به اسم فایلز استفاده کنید که من جدیدترین نسخه‌شو توی کانال تلگرام روبیکا براتون میذارم. این برنامه رو که اجرا کنید دقیقاً شبیه مرحله قبلی میتونید به پوشه های گوشیتون دسترسی داشته باشید. کافیه پوشه دیتای بازیتون رو به اندروید اول انتقال بدید، بعد با حالت درگ اند دراپ یعنی جابجایی اون رو به پوشه OBB تون اضافه کنید و بعدش هم خب بازی رو اجرا کنید و خیلی راحت ازش استفاده کنید. این از 3 تا روشی که من میدونستم و بهتون گفتم که این مشکل پوشه OBB رو برطرف کنید. ولی اگه بعد از دیدن این ویدیو بازم نتونستید دیتای بازیتون رو کپی کنید، توی نظرات این ویدیو سوالتون رو بپرسید که دوستای دیگه بتونن راهنماییتون کنن. لایک این ویدیو و دنبال کردن کانال ترفند 3 هم فراموش نکنید. دوستای خوبم موفق باشید.